صبح یک شنبه شما عزیزانم بخیر. ما واقعا به چه کسانی اعتماد میکنیم؟ وقتی که قدری عمیق‌تر روی این سوال فکر کنیم متوجه میشیم که ما تو زندگیمون به افرادی اعتماد میکنیم که میدونیم دوستمون دارند. بچه لب پنجره با یه صدای باباش خودش رو تو هوا ول میکنه، واسه این که میدونه که باباش او رو دوست داره. واسه همین هم به حرفش اعتماد میکنه. ولی اگه ما اینو بهش بگیم نخواهد کرد. البته که به صدای من و صدها من نوعی بچه این کارو نمیکنه. و اینجاست که در مورد خودمون عزیزان به یه حقیقت بزرگ پی میبریم. ما به خدا اعتماد نمی کنیم چون که محبت او رو به شکل حقیقی تجربه نکردیم. مثل اون بچه دائم با دیگران از محبتی که خدا به اونها داره صحبت می کنیم، ولی آیا خودمون اونو تجربهش کردیم؟ چون نکردیم نمیتونیم به حرفاش اعتماد کنیم. چون نکردیم نمیتونیم به وعدهاش اعتماد کنیم. به صدای بپرش مثل اون بچه خودمون رو تو هوا ول نمی کنیم. چرا اینطوریه؟ واسه این که دوست داشتن و انسان در رابطه دو طرفه تجربه میکنه. اگه تجربه نمی کنیم دلیلش اینه که در این رابطه قرار نداریم. خدا واسه ما صرفاً ابزاره، این که برای مقاصدمون ازش استفاده کنیم. مشکل فریسیان هم همین بود و مسیح چقدر دقیق مشکل اونها رو در صحبتی که باشون داره خلاصه میکنه. اینو ما در یوحنا فصل 5 میخونیم، در صحبتی که مسیح با این فریسیان شریعتگرا داره. بهشون میگه شما هرگز صدای او را نشنیده اید و صورت او را ندیده اید. اینها تجربیات رابطه دو طرف است. و کلام او رو در خود ثابت ندارید، زیرا کسی را که پدر فرستاد باورش نکردید. جلال از مردم نمیپذیرم ولی که شما رو میشناسم، حالا اینجاش، که در درون خود محبت خدا را ندارید. عزیزانم، کسی که به شاگردی دعوت شده به رابطه دو طرفه با خدا دعوت شده. تو این رابطه او محبت خدا رو به شکل واقعی تجربه میکنه و این محبت درش اعتماد به وجود میاره. به خدا میتونه اعتماد کنه، به وعده های خدا میتونه اعتماد کنه. اگه این نباشه به دام شریعت خواهیم افتاد مثل فریسیان و خدا واسمون ابزاری، وسیله‌ای بیش نخواهد بود. در دیسیپلین فیض که روز جمعه صحبت کردیم و قرار گذاشتیم ادامه میدیم. کلام او رو در پری روح القدس به شکل ثابت در وجودمون ساکن